ما در آینده نچندان دور با پدیده جدیدی به اسم دریاخواری مواجه خواهیم شد. حالا ما از کجا فهمیدیم؟ عرض میکنم خدمتون. وزیر نیروی دولت آخوندی گفته که ما برای دریاها برنامه‌هایی داریم. یعنی خدا به ما و دریاها و موجودات دریایی رحم کنه. آخرین بار که دولت برای دریاچه‌ها برنامه ریخته بود یه جوری برنامه‌اش حساب شده و کاربردی و موثر بود که چند ماه بعدش از 6 تا دریاچه موجود در سراسر ایران 5 تاش خشک شدن. یا اون دفعه هم که گفتن ما برای کوه‌ها برنامه داریم، یادتونه که اون دفعه گفتن برای کوه‌ها برنامه داریم، چند وقت بعدش زمین‌های اطراف کوه رو قطعه کردند، ساختمون ساختند، فروختند، باقی مونده کوه رو هم تیکه تیکه کردن و سنگاشو فرستادن اون پر آب. یعنی اون کوهی که 5 میلیون سال در برابر کلیه بلاهای طبیعی سالم مونده بود، ظرف 2 سال مدیریت جهادی کلن کن لم یکن شد و با زمین یکسان شد. یه بارم گفتن برای ابرهای تو آسمون برنامه دارن که میخوایم بارورشون کنیم و بارانزایی کنیم و مجبور به بارش کنیم و از این حرفا. خلاصه یک کاری با این ابرها کردن که الان ابرهایی که کل دنیا رو دور میزنن و میچرخن، وقتی به مرزهای ایران نزدیک میشن ترمز دستی رو میکشن، دور میزنن، میندازن، آروم از بغل ایران رد میشن که وقت در آسمان ایران دست مسئولین نظام همه چیز خوار نیفتن. با این حساب اگه از چند وقت دیگه مشاهده کردین که تو بنگاه‌های املاک دارن قطعات 1000 متری و 2000 متری کف دریا رو خرید و فروش میکنن، اصلا تعجب نکنین. یا اگه یه وقت با خانواده برای آخر هفته رفتین شمال و کنار ساحل متوجه شدین که دریای خزر کلاً خشک شده و دیگه خزری وجود نداره، بازم اصلاً تعجب نکنید، چون وزیر نیرو گفته برای دریاها برنامه‌هایی دارن. یا اگه یه وقت هم رفتین خلیج فارس و در حین غواصی در عمق 1 کیلومتری زیر دریا دیدین که امامزاده و پایگاه بسیج و پادگان سپاه ساختن، بازم تعجب نکنین. حتی اگه یه روزی گذرتون به کف دریا افتاد و یه سری ماهی عجیب غریب دیدین که عمامه سرشونه و ریش دارن و مشغول ارشاد کردن موجودات زیر دریایی هستن، بازم تعجب نکنین. خلاص این که اصلا تعجب نکنین. از ما گفتن بود، بعد نگین ما میدونستیم و نگفتیم.